چرا ایالات متحده ابرقدرت نظامی جهانه؟ حدود 12 سال پیش تصاویر عجیبی از پایگاه دیویس مونتان در آریزونا منتشر شد. تصاویری کاملا شوکه کننده برای تمام جهان. قبرستانی مملو از هواپیماهای نظامی برتر تاریخ که بخش کوچکی از اونها برای تعمیر و بخش بزرگی از اونها برای همیشه بازنشسته شده بودند. از F-14 تامکت افسانه‌ای بگیر تا B-52 و هواپیماهای آواکس. ارزش حدودی این قبرستان حدود 35 بیلیون دلار تخمین زده شد. جالب این که تعداد هواپیماهای نظامی این قبرستان از مجموع هواپیماهای نظامی انگلستان، فرانسه، ژاپن و آلمان بیشتره. همچنین از مجموع هواپیماهای نظامی آماده به خدمت چین و روسیه. حالا واقع بینانه بگو، ابرقدرت جهان کدام کشوره و به چه دلایلی؟ در دانستنی استار برترین های هوانوردی جهان رو مشاهده کنید.